درودی دیگر به بیننده های عزیزمون. تو این ویدیو همراه ما هستید با آموزش 0 تا 100 کسب درآمد از یوتیوب. تا آخر ویدیو همراه باشید و هر سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید تا جواب بدم. خب بریم سراغ اولین مرحله. مرحله 1، ساخت و آماده سازی کانال. 1. وارد سایت youtube.com شو. 2. با حساب گوگل وارد شو و کانال خودت رو بساز. 3. برای کانال نام مناسب و مرتبط انتخاب کن. عکس پروفایل و بنر حرفه‌ای بگذار. توضیحات، ابعاد و لینک های شبکه‌های اجتماعیت رو پر کن. 10. مرحله 2، تولید محتوای با ارزش. 1. قانون طلایی: محتوای تو باید یا آموزنده، سرگرم کننده، الهام بخش یا ترکیبی از این سه باشه. ایده ها برای شروع: آموزش مهارت، مثلا ادیت ویدیو، زبان، آشپزی، برنامه نویسی. واکنش یا بررسی فیلم، بازی، محصول. ولاگ روزمره، خلاصه ویدیوها یا پادکست ها. محتوای بدون چهره، وایس اوور و تصاویر و ویدیوهای آرشیوی. 3. مرحله 3، بهینه‌سازی برای رشد، یوتیوب SEO. برای اینکه ویدیو دیده بشه: 1. عنوان جذاب و حاوی کلمه کلیدی بنویس. 2. توضیحات پرمحتوا و واضح بنویس. 3. از تگ ها و هشتگ های مرتبط استفاده کن. 4. سامبنیل، تصویر بندانگشتی حرفه‌ای طراحی کن. 5. مرحله 4، افزایش بازدید و سابسکرایبر. ویدیوها را منظم، مثلا هفته 2 بار منتشر کن. با کاربران تعامل کن، کامنت ها را جواب بده. در شبکه‌های اجتماعی دیگر ویدیوها را معرفی کن. در پایان ویدیو کال تو اکشن، درخواست سابسکرایب بگذار. 10. مرحله 4، فعالسازی درآمدزایی از یوتیوب. برای ورود به یوتیوب پارتنر پروگرام، برنامه کسب درآمد، تک شرایط لازم: حداقل 1000 سابسکرایبر، حداقل 4000 ساعت تماشای عمومی در 12 ماه گذشته یا 10 میلیون بازدید شورت در 90 روز گذشته. بعد از تایید، یوتیوب بین 55% از درآمد تبلیغات رو به تو میده. 10. مرحله 6، روش‌های دیگر درآمد. حتی بدون رسیدن به شرایط بالا، راه‌های زیر هم هست. 1. افیلیت مارکتینگ، معرفی لینک محصولات و دریافت پورسانت. 2. اسپانسرشیپ، کار کردن با برندها برای تبلیغ. 3. فروش دوره یا محصول دیجیتال، مثلا آموزش، قالب، کتاب الکترونیکی. 4. فروش کالا یا خدمات شخصی، مثلا طراحی، مشاوره. 5. عضویت ویژه، ممبرشیپ در یوتیوب برای مخاطبان وفادار. 8. مرحله 7، ابزارها و نکات حرفه‌ای. ادیت ویدیو، کپکات، داوینچی ریزالف، پرمیر پرو. طراحی بندانگشتی، کانوا، فوتوپی. بررسی آمار کانال، یوتیوب استودیو داش انالیتیکس. ایده یابی و ترند، گوگل ترندز، تیوب بادی، وید آی کیو. 10. نکات مهم، محتوای کپی از دیگران موجب حذف یا اخطار میشه. از موسیقی بدون حق کپی، رویالیتی فری استفاده کن. صبر داشته باش، معمولاً 3 تا 6 ماه طول میکشه تا رشد واقعی ببینی. در نظر داشته باش این مراحل به انسجام و یک پارچگی خود فرد داره. اگه نمیخوای تا آخرش بری، پس من فعالیت یوتیوب رو بهت پیشنهاد نمی کنم. لایک و کامنت رو هم فراموش نکن. 1. عنوان، تایتل طلایی. عنوان باید هم جذاب باشه، هم شامل کلمه کلیدی اصلی. فرمول ساده: موضوع به اضافه نتیجه یا احساس به اضافه عنصر کنجکاوی. مثال ها: چطور تو 30 روز زبان انگلیسی رو از 0 شروع کنیم؟ 5 اشتباه کشنده در یوتیوب که باعث نابودی کانالت میشه. نکته: از عدد، سوال و وعده واضح استفاده کن. طلایی 2، بندانگشتی حرفه‌ای. تصویر جذابتر، نرخ کلیک بالاتر، CTR بالا. قوانین طلایی: چهره با احساسات واضح، تعجب، خنده، ترس، تعجب. متن بزرگ و کوتاه، 2-4 کلمه. کنتراست رنگ بالا، پس زمینه ساده. از فونت ضخیم و واضح استفاده کن.
ابزارها کنوا، فوتوپه، فوتور. 3. 15 ثانیه اول ویدئو مرگ یا موفقیت. یوتیوب رفتار مخاطب رو دقیق بررسی میکنه. اگر بیننده در 15 ثانیه اول نره بیرون، بانس نکنه، احتمال دیده شدن کل ویدئو بالاست. پس باید اول ویدئو سریع بگی قراره چی یاد بگیره یا چی ببینه. از جملات جذب کننده استفاده کنی، مثل آخرش یه راز مهم میگم. بدون مقدمه طولانی یا لوگوهای خسته کننده شروع کنی. 4. زمان تماشا و نرخ حفظ مخاطب، ریتنشن. یوتیوب عاشق ویدئوهایی که مردم تا آخر میبینن. ترفندها، ریتم تند، ادیت پویا و بدون سکوت طولانی. استفاده از گرافیک، متن و افکت صوتی برای حفظ توجه. وعده در اول و تحویل در آخر، مثلا آخر ویدئو یه نکته طلایی دارم. 5. موضوعات ترند و جستجو شده. برو سراغ چیزی که مردم همین حالا دنبالشن. ابزارهای مفید، گوگل ترند، تیوب بادی، وید آی کیو. 6. الگوریتم انتشار منظم. یوتیوب عاشق ثباته. مثلا هفته‌ای 2 ویدئو در روز و ساعت مشخص. الگوریتم تشخیص میده که کانالت فعاله، پس بیشتر پیشنهادت میکنه. 7. تعامل با مخاطب، انگیجمنت. هر لایک، کامنت و اشتراک سیگنال مثبت برای الگوریتم. بگو نظرتون رو بنویسید. کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشتید؟ سوال دارید؟ تو کامنت بنویسید تا جواب بدم. 8. لینک دهی هوشمند. از ابزارهای داخلی یوتیوب استفاده کن. اند اسکرین و کارت برای هدایت به ویدئوهای دیگرت. پلیلیست بساز تا ویدئوها پشت سر هم دیده بشن. 9. تحلیل آمار، آنالیتیکس. در یوتیوب استودیو در آنالیتیکس بررسی کن. CTR، نرخ کلیک، اگر زیر 4% بندانگشتی و عنوان ضعیفه. Average View Duration، اگر پایینتر از 40% باید ریتم ویدئو رو بهتر کنی. Traffic Sources، بفهم از کجا بازدید میاد، جستجو، پیشنهاد یا شبکه اجتماعی. 3. صبر، استمرار و بهبود مداوم. حتی بهترین یوتیوبرها هم در ماه‌های اول بازدید کم داشتن. یوتیوب مثل دویدن ماراتونه، نه دوی سرعت. هر ویدئو رو به چشم یک آزمایش ببین، یاد بگیر و ویدئوی بعدی رو بهتر بساز. تا اینجا ممنون که همراه ما بودید. پارت دوم رو به زودی قرار میدم، پس تا دیر نشده سابسکرایب یادت نره. در نظر داشته باش نکات خیلی طلایی تو پارت دومه، پس از دستش نده.